ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیله اسری شب وصال محمد. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی، آمده مجموع در ظلال محمد. عرصه گیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد. وان همه پیرایه بسته جنت فردوس، بو که قبولش کند بلال محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنونیم از شما که با برنامه خودتون، برنامه آفتاب عالمتاب، میزگردی که با حضور علمای شیعه و سنی از شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت خدمت شما تقدیم می شود، همراه هستید و ما را از نگاه خودتون محروم نفرمودید. اما همچنان با حضور اساتید معظم در حضور و خدمت شما عزیزان هستیم. در بخش سوم این میزگرد ما از محضر اساتید ارجمند سوال دیگری رو میپرسیم و در رابطه با عوامل و محورهای وحدت اسلامی کلام اساتید رو خواهیم شنید. شاید این بخشی باشه که بسیار برای شما هم جذاب باشه و استفاده زیادی برای شما داشته باشه و حتما هم چنین هست ببخشید و حتما هم چنین هست و شما عزیزان با محورهای وحدت اسلامی بیش از پیش آشنا خواهید شد. جناب آقای مولوی در خدمت شما هستیم، آقای مولوی مرادزهی، و در حد 10 دقیقه از کلام شما در رابطه با عوامل و محورهای وحدت اسلامی استفاده می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ضمن تایید فرمایش حاجی آقای مبلغی که بحث وحدت یه بحث فقهی است و حکم فقهی دارد، یعنی وقتی با امر صریح و با نهی صریح در قرآن و در کلام صحابه و در کلام پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وسلم و در کلام ائمه اهل بیت وجود داره، دیگه این یک واجب هست و یک تکلیف شرعیه. به دلیل اینکه در بعد بحث حقانیت قطعا اینطوری هست که حق در واقع یکی از به هر حال ولی این حق در قیامت روشن میشه، اعلام کنندش هم خداوند متعاله. طبق اصول فقهی تمام مذاهب در این دنیا، تمام گروه ها و مذاهب اسلامی که اجتهاد می کنند همه بر حقند، بر اساس اصل اجتهاد، و کسی نمیتواند در این دنیا با توجه به شرایط اجتهاد بعضی از مجتهدین را مثلا بگه اینها بر باطل هستند. اون حقانیت خداوند حق و باطل را در روز قیامت مشخص میکنه. به نظر بنده محور اصلی وحدت همونطور که قبلا عرض کردم اولین محور قرآن عظیم الشأنه، با توجه به آیات زیادی که در قرآن وجود داره و همچنین بعد از قرآن سیره حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، دستورات و تأکیدات اصحاب کرام و ائمه اهل بیت و به ویژه تأکیدات حضرت علی رضی الله عنه. میتواند قرآن، میتواند صحیحین، میتواند نهج البلاغه. ما بین شیعه و سنی اختلافات فقهی خیلی اندکی و جزئی وجود داره، اختلافات آنچنانی وجود نداره، اما اون چیزی که واقعا در طول تاریخ باعث مشکل شده بحث همون جدال ها و مخاصمات و افتراعات و تهمت ها و
توهین ها و اهانت هایی که الان هم متاسفانه بازارشون گرم هست در میان افراطیون شیعه و افراطیون اهل سنت، چه در شبکه ها و چه در سایت ها و چه در این مشکل هست. ما ببینیم که شخص حضرت علی رضی الله عنه که به عنوان محور وحدت ما میتوانیم ایشون رو معرفی بکنیم، در خطبه های نهج البلاغه چه تعبیرات و تأکیداتی دارن؟ درسته. من یه خواهش از شما دارم استاد که در این بخش به موانع نپردازید و فقط محورهای وحدت رو بفرمایید. در بخش دیگری ما به موانع میپردازیم. از حضور شما که حضرت علی رضی الله عنه به عنوان محور و الگوی برخورد با مخالفین، ایشون در خطبه 466 نهج البلاغه میفرمایند و من کلام له علیه السلام و قد سمع قوم من اصحابه یسبون اهل الشام ایام حربهم بالسفین انی اکره لكم ان تكونوا سبابین ولكنكم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم كان اسوب في القول و ابلغ في العذر فقلتم مكان سبكم ایاهم اللهم احقن دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بیننا و بینهم. واقعا این جملات شایسته این هستند که با آب طلا و نقره نوشته بشن. مخالفین سیاسی، مخالفینی که در جبهه هستند، چند هزار نفر در اون جبهه ها کشته میشه، ولی وقتی مطلع میشن که عده‌ای دارن اهانت میکنن، توهین میکنن، سب میکنن، میفرمایند من نمیپسندم، مکروه میدانم، نادرست میدانم که شما سب بکنید. وظیفه شما چیه؟ این است که این دعا را بکنید: اللهم احقن دماءنا، پروردگار دماء ما را حفاظت بفرما از این که ما خون یکدیگر را بریزیم، و دعای مغفرت بکنیم و اصل ذات بیننا، پروردگار صلح و آشتی بیاور در میان ما و در میان اونها. و همچنین تأکیدات زیادی حضرت علی رضی الله عنه در این رابطه و حتی واژه هایی که نسبت به مخالفین سیاسیین خودش به کار برده واژه های قرآنی هست. نهج البلاغه شهیدی خطبه 123: ولكننا انما اصبحنا نقاتل اخواننا في الاسلام على ما دخل فيه من الزیغ والاعوجاج و الشبهه و التأویل. اینجا به صراحت اعلام می‌دارند که بحث ما یه بحث اجتهادیه، ما با برادران مسلمان خودمون داریم می جنگیم. نقاتل اخواننا فی الاسلام علی ما دخل فیه، چون ما معتقدیم که انحراف و کجی و اینها وارد شده، ولی این هم بر اثر چی؟ و شبهتی و تعویل. منشأ این هم شبهه و تعویل و اجتهاده. و نقاتل اخواننا فی الاسلام، برادران اسلامی خودمون را به حساب ما داریم با اینها می جنگیم. هیچ موقع تکفیر نکردن، هیچ موقع با کوچکترین بدگویی و اهانتی نسبت به مخالفین سیاسی و نسبت به کسانی که مخالف بودن انجام ندادن. و همچنین در خطبه 156 نهج البلاغه واقعا الگوست برای ما این جمله که حضرت جمله پایان که میفرمایند نسبت به حضرت عایشه رضی الله عنها: ولها بعد حرمتها الاولى والحساب علی الله. از این به بعد در پایان جنگ حرمت ام المؤمنین عایشه صدیقه عین همون حرمت قبل از جنگ، هیچ تغییری درش نباید به وجود بیاد. والحساب علی الله، حساب با خداست، ما که اهل حساب نیستیم، محاسبه را در روز قیامت خداوند انجام میده. دیگه این جمله فصل الخطاب هست برای امت اسلامی که نسبت به مخالفین سیاسی اون کلمات و اون واژه‌هایی رو به کار ببرند که حضرت علی مرتضی رضی الله عنه به کار گذاشته. جالبه که چقدر واژه حقن دماء امت در نهج البلاغه و در کتاب‌های شیعه و سنی آمده، چقدر زیبا. و علی المسلمین طاعت خلفائهم و معاونتهم علی اقامة حق الله و عدله و امن السبیل و حقن الدماء و صلاح ذات البین و جمع الالفه و فی خلاف ذلك اضطراب حبل المسلمین و احتلالهم و اختلاف ملتهم و قهر دینهم و استعلاء عدوهم و تفرق الکلمه و خسران دنیا و آخرت. اینم بهار الانوار جلد 4948 صفحه باب ولایت العهد والعلت فی قبول. همچنین در کشف الغمه این آمده. حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند مسلمانان وظیفه دارند که در مسیر ایجاد امنیت، در مسیر حقن دماء مسلمین و اصلاح ذات البین و الفت و مودت و محبت با هم برنامه داشته باشند، حاکم اسلامی رو کمک بکنند و اگر برخلاف این گام برداشتن
اضطراب ریسمان مسلمانان هست، اختلاف دین، مغلوب شدن دین و آیین هست و برتری دشمنان هست و تفرق کلمه و خسران دنیا و آخرت. حضرت علی رضی الله عنه اختلاف را با خسران و زیان دنیا و آخرت تعبیر می‌فرمایند. واقعا این تعبیرات و این دستورات حضرت علی رضی الله عنه منشأ قرآنی داره. قرآن نسبت به ما چیه؟ بیام وضع فعلی خودمون رو اصلاح بکنیم. ما تاریخ گذشته رو که نمیتونیم اصلاح بکنیم که اینقدر شب و روز واقعا گرفتار درگیری و مشکلات باشیم. قرآن میفرماید تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون. سوره بقره هست، آیه 134 هست. در هر صورت تفرقه افکنی یکی از محورهای بزرگ به ترتیبی که عرض کردم قرآن، سنت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم و ما احادیث زیادی داریم. من این حدیثی که حاجی آقا قزوینی فرمودن اینجا یادداشت کردم. مثل المؤمنین فی تراحمهم و لطف بعضهم بعضا کجسد الرجل اذا اشتكى بعض جسده علم له سائر جسده، از معجم کبیر. و مشابه این در صحیح مسلم، در تمام کتاب‌های روایی اهل سنت و شیعه وجود داره. لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا و كونوا اخوانا. همون واژه اخوانی که منشأ قرآنی داره، انما المؤمنون اخوه. این هم از صحیح مسلم جلد 4 است. یک دقیقه از وقت حضرت علی مانده. بله. عرض به حضور شما که واقعا عرض کردم که ما حالا از کتاب‌های دیگه الگو قرار نمیدیم که بگیم روایات ضعیف و اینا. نهج البلاغه صحیح ترین کتاب از دیدگاه برادران شیعه هست به حساب. در خطبه 127 چی میفرمایند؟ والزموا السواد الاعظم فان ید الله مع الجماعه و ایاکم والفرقه فان الشاذ من الناس للشیطان كما ان الشاذ من الغنم للذئب الا من دعا الى هذا الشعار فاقتلوه. با جماعت همراه باشید و ایاکم والفرقه، از تفرقه برحذر باشید، خودتون رو دور نگه دارید. چرا کسی که به سمت تفرقه بره اون شکار شیطان میشه، همچنین که گوسفندی که تکرو باشه از گله شکار گرگ میشه. جالب این جمله هست که باز هم با آب طلا باید نوشته بشه الا من دعا الی هذا الشعار فاقتلوه. هر کسی که شعار تفرقه رو اعلام بکنه، از این توبیخی هست، نه اینکه واقعا ما بیام بکشیم. فقتلوا، چنین تعبیرات بزرگی به کار رفته. حتی فرمود ولو کان تحت امامتی هذا، اگر تفرقه افکن و کسی که امت پیامبر را و امت اسلامی را دچار تفرقه میکنه زیر امامه من حضرت علی قرار بگیر، او را بکشید. اینها توبیخ هستند. واقعا ما باید به این محورهای وحدت، قرآن، سنت، فرمایشات صحابه و اهل بیت رضوان الله اجمعین، بیا اینها را الگوی عملی خودمون قرار بدیم. بسیار خوب، متشکرم جناب آقای مولوی مرادزهی عزیز و متشکریم از شما بینندگان عزیز و گرامی. کماکان ویژه برنامه آفتاب عالمتاب رو از شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت ملاحظه می‌فرمایید. خب اجازه بدید با حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مبلغی باز هم با همین سوال همراه باشیم. من فقط خواهشم این هست که استاد مبلغی دقیقاً در عوامل و محورها صحبت بکنن، چون ما میخواهیم این نکات رو یک به یک پیش بریم. قرار ما این هست در بخش بعدی به موانع وحدت و چالش ها بپردازیم. در برخی از کلام هایی که جناب استاد مولوی فرمودند بحث موانع بود. ما خواهشمون این هست که پیرامون محورها ما الان صحبت کنیم. 3 محور رو جناب آقای مبلغی، جناب آقای مولوی مرادزهی فرمودند. محور اول رو قرآن دانستند، محور دوم رو سیره پیامبر دانستند و محور سوم رو حالا پیامبر و صحابه پیامبر و محور سوم رو کلام حضرت امیر دانستند و فرمودند که کلام حضرت امیر رو میشه محور و الگوی برخورد با مخالفین وحدت دانست و از کلام حضرت امیر میشود خود به خود به وحدت اسلامی رسید. حضرت عالی برای ما بفرمایید که چه محورهایی رو برای ما تعریف میکنید. متشکر. 2 بخش بود، یکی محورهای وحدت که من مطالبی در نظر گرفتم و دیگری
عوامل وحدت زا در جامعه اسلامی، من نمیدونم هر دو رو بگیم، یکی رو بگیم. بله بفرمایید. من نگاهم اینه که حالا اول عوامل رو ذکر میکنم اگه وقتیمون به محورها میپردازم. عوامل وحدت همین است که ایشون هم اشاره کردن. اولین عامل وحدت زا کتاب هست که یک کتاب عظیم و دست ناخورده، همچنان برجسته، اون هم با مضامین اجتماعی و تمدن ساز، یهدی للتی هی اقوم، در اختیار ماست. اگه همین مبنا بود کافی بود که وحدت ایجاد بشه. اگر ادراک و فهم و شعور کافی گسترش پیدا کنه در همه جهان اسلام، کتاب به تنهایی میتواند وحدت ایجاد کند. البته کتاب از پیامبر جدا نیست، چون پیامبر مفسر کتاب است. بعد پیامبر عالی قدر اسلام هست که پیامبر از چند جهت مبنای وحدت است. یکی پیغمبر این دین است و ما همه اتباع این دین هستیم. همیشه پیامبری در هر کجا یک پیامبر دین عامل و مبنای ایجاد وحدت میان اتباع اون دین بوده. همه ادیان چنین بودند. اینجا پس پیامبر عالی قدر اسلام این نقش رو، این وجه در ایجاد وحدت رو داراست، این شأن رو دین ما هم دارد. وجه دیگری که یا شأن دیگری که برای پیامبر ما هست این است که همه گفته های او به وحدت جامعه رو فرا می‌خوانده است. شما یک گفته از پیامبر رو نمیتوانید پیدا کنید که بویی از تفرقه از آن به مشام برسد. بله. از همه مهمتر کتاب این پیامبر، همه آیات او یا آیات مربوط به فضای تفرقه و وحدت یا امر به وحدت می کند یا نهی از تفرقه می کند. و وجه سوم یا به اصطلاح نقش و شأن سوم پیامبر ما در ایجاد وحدت رفتار پیغمبر هست. پیغمبر یک رفتار وحدت ساز رو در جامعه در پیش گرفته بود. یعنی هر آنچه که میتوانست جامعه رو متحد بکنه از سوی پیغمبر انجام میگرفت و هر آنچه که میتوانه جامعه رو متلاشی بکند به شدت خط قرمز میشد برای پیغمبر. بله. حتی در اهمیت رفتار پیغمبر می شود این رو گفت که در هیچ جا شاید چنین نباشد که عوامل تفرقه که چالش ها و تهدیدهای تفرقه بود در آن موقع، پیغمبر اونها رو تبدیل به فرصت کرد. قومیت و طائفه گرایی و عشیره گرایی هر کجا که باشه اون جامعه در معرض خطر جدی است. پیغمبر از همون عشیره گرایی یک مکانیزمی به تعبیر امروزی ها و سازوکاری رو خلق کرد که همونها خودشون مؤلفه های وحدت شدن و بستری برای وحدت ایجاد کردن. پس رفتار پیغمبر این هم یک. و من معتقدم که اهل بیت پیغمبر هم مبنای وحدت است. اینو نباید جدا کنیم، چون اگه جدا کنیم وحدت شکل نمیگیرد. ولی با توضیحی که عرض میکنم، ببینید اهل بیت مشترک بین شیعه و سنی است، در این شکی نیست. این یک. نکته دوم، چرا باید صریح مطلب گفت؟ نکته دوم آن است که شیعه کمالات فزونتری برای اهل بیت قائلند. بله. مثلا عصمت اهل بیت. اهل سنت نیستن. علم غیر اکتسابی و برگرفته از پیامبر باب مدینه علم، خب این ما اعتقاد داریم. و امامت اونها، خب ما این اعتقاد داریم. ولی این معناش این نیست که اهل سنت اهل بیت را بهش اعتقاد ندارند. اونها هم وجوب حب برای اهل بیت رو، محبوبیت فوق العاده اهل بیت برای پیغمبر رو، شأن صحابی بودن رو برای اهل بیت اوائل رو و نقش بی‌بدیل اهل بیت در ایجاد جامعه اسلامی رو در زمان خلفا و نقشی که ایفا می‌کردن ولو در حاشیه و به سامان می آوردن و همه نقشا رو و علم اهل بیت رو، اونم یه حدودی از علم اهل بیت رو اعترافایی که هست وجود داره. خب ما برای وحدت، با صریح عرض بکنم نقطه سوم، ما برای وحدت
بر مبنای اهل بیت دو تا حالت داریم. یکی اهل بیت رو بذاریم کنار، بگیم آقا ما میایم وحدت رو بر اساس فقط خدا و پیغمبر بنا میکنیم. این شاید یه نقشی داشته باشد و وحدت تحقق پیدا نکند. فرض دوم، من گفتم دو فرض، سه فرض میکنم تا روشن بشه. فرض دوم این است که شیعه بیاد بگه که ای اهل سنت، ما با شما وحدت میکنیم به شرط اینکه شما بیایید و اهل بیت را بر اساس معتقدات ما کاملا بپذیرید. شرط وحدت این است. اینم وحدت ایجاد نمیشه، نه اون اولی نه این. راه سومی میماند که ما بر مشترکات شیعه و سنی پیرامون اهل بیت در عرصه تعامل، نه در عرصه اعتقاد. شیعه که اعتقاد خودش محفوظه، جامعه خودش هم بر همین اساس بنا میکنه و لذا ما علممون رو، فقهمون رو، کلاممون رو از اهل بیت میگیریم، همونطور که از پیغمبر میگیریم. ولی وقتی که پای تعامل با اهل سنت به میان میآید، اهل بیت را در حد مشترکات شیعه و سنی، نه زیادتر و نه کمتر، تا شهید نشه، از بین نره، کوچیک نشه، اون جایگاه خودش رو پیدا بکنه. من به نظرم اگه این راه رو بریم، تعریف شفافی از اون مشترکات سنی و شیعه پیرامون اهل بیت داشته باشیم. چقدر وقت مونده؟ چون شما نگاه 4 دقیقه نخیر وقت دارید. ما دارید. خواهش میکنم. نه من 2 دقیقه قبل اگر یادآوری بشه. بله بزرگوارید. البته من این نگاهی که کردم میخواستم این نکته رو عرض بکنم که منظور حضرت علی، بله جدا میکنم، منظور حضرت علی اون مشترکات، منظورتون حب اهل بیت یا چیزی بالاتر از حب هم هست؟ ببینید، ما بیاییم یه تعریفی رو خود اهل سنت رو ازشون بخواهیم. شما تعریفتون نسبت به اهل بیت و کمالاتی که برای اهل بیت قائل هستید کدوم است؟ همونایی رو که خودشون میگن، نه بیشتر. درست. نه برای بحث علمی حرف دیگری، ما حرف اونا حرفشون میزنن. بله شما فرمودید در تعاملات ما اهل بیت رو به اندازه‌ای که مشترک است. چون اختلاف ما با اهل سنت در ارتباط با اهل بیت اختلاف تباینی نیست، اختلاف حد اکثری و مراتب پایین‌تر هست. اون مراتبی که حد اقلی هم نمیخوام بگم، به دلیل اینکه اونها حد اقل رو نسبت به اهل بیت قائل نیستن. حب به اهل بیت مسئله کوچیکی نیست. حب به اهل بیت واجب است، یعنی به قولشون جز معتقدات ما، چون در قرآن فرموده است. بله. یعنی چیزی نیست که بشه ازش فرو گذار کرد یا اون رو کنار گذاشت. من میگم که اون بخشی که اهل سنت خودشون تعریف میکنن، بی کم و بیش اون رو بیاییم شفاف مبنای وحدت قرار بدهیم. بله. تعاملمون بر این اساس باشه تا اهل بیت کنار، اگه اهل بیت رو کنار گذاشتید وحدت ایجاد نمیشه. اصلا پیغمبر عالی قدر اسلام توجهش به اهل بیت بر همین اساس بوده است. من اینا را عوامل وحدت، هیچم که فرمود به کلام امام علی ابن ابی طالب ارجاع بدیم، تو همین چارچوب قابل تعریف است. بله. یه اشاره سریعی هم به محورهای وحدت میکنم، نمیدونم دارن این سه تا رو شما عوامل وحدت فرمودید. اینا عوامل وحدت هست. 2 دقیقه و 40 ثانیه وقت دارید. البته عوامل وحدت زیاد است، عوامل اساسی وحدت بله. ولی عوامل وحدت خیلی بخوام آدم توضیح بده خیلی 2 دقیقه 40 دقیقه. بله. ببینید، ما در ارتباط با محورها، من خودم حرفم این است که وحدت چون یه امر حساسی است و احتمالاً هر دو طرف هم نسبت به وحدت یک به اصطلاح ابهام‌هایی رو، پاره‌ای ممکن است داشته باشد که یک وقت به مذهب لطمه‌ای نخوره. هم اهل سنت ممکن است بعضیشون هم شیعه داشته باشه احیانا. من معتقدم که وحدت رو باید شفاف بحث کرد. اصلا جای مجامله و رفتن به فضاهای غیر به اصطلاح کنار گذاشتن، اغماض کردن نیست. وحدت جای بحث شفافی است. لذا من راجع به محورهای وحدت سخنی دارم، فقط تیتراشو میگم. ما باید نظریه وحدت داشته باشیم. وحدت رو نمیشه شعاری فقط مطرح کرد، باید در یه چارچوبی باشد. معتقدم چند نظریه وجود داره. یکی الاسلام بلا مذاهب هست که مبنایی است برای وحدت. این اندیشه غلطی است، اصلا نه شدنی است، نه معقول است و نه علمی است و نه با اسلام سازگار است. عذرخواهی میکنم استاد مولقی، ما راهکارها رو، این راهکارها نیست، نظریه است. این یعنی وحدت نظریه است، یعنی وحدت تو این چارچوب معنا پیدا میکند. یه محور، یعنی میخواید در محورها اینها رو بفرمایید. یکی به اصطلاح سکولاریسم مذهبی هست. بله. سکولاریسم مذهبی نمیخواد الغاء مذهب کنه مثل اول، ولی میخواد بگه مذهب هر جا میخواد تو مسائل اجتماعی دخالت کنه جلوشو بگیره. سکولاریسم مذهبی غیر از سکولاریسم دینی است.
این من قبول ندارم. مذهب بخشایش اجتماعی است، باید در اجتماع ظاهر بشه. حالا اینجاش توضیحش بماند. بعد نظریه تعدد اجتهاد هست که این یه نظریه است، توضیحش اینجا جاش نیست عرض بکنم. نظریه مصالح اجتماعی شیعه و سنی هست و آخرین نظریه تشکیل امت واحده. من معتقدم نظریه قرآنی اینه و همه اون نظریات درست و نه اون غلط هاشو در بر میگیره. یه مسئله فقه وحدت هست. فقه وحدت اگه نباشه، بدیهی ترین امر که حاج آقا هم تایید فرمودن که وحدت هست، اگه فقه نباشه اون بدیهی ترین در فضای تعاملی رفتار تشکیک آمیز با اون می شود. فقه میتونه جلو تشکیک رو بگیره، طرحش باید بحث بشود. یکی زمینه های وحدت هست. معتقدم 3 زمینه وحدت وجود داره. یکی وحدت اخلاقی هست، یکی وحدت علمی هست، یکی وحدت نگیم تقریب اخلاقی هست، تقریب علمی هست، تقریب رفتاری هست که یکی منشیش، یکی بینشی، یکی روشی. و آخرین محور که به نظرم جالب است و لازم است این است که وحدت اصالت وحدت. حالا این بماند تا در وقت خودش. بسیار خوب، متشکرم. خب استاد مبلغی، چون مباحث زیادی رو در این زمینه من عرض کردم، پژوهشگاه مطالعات تقریبی چندین سال هست که با همت خود حضرت استاد راه اندازی شد و مدیریت اونها و ریاست اون پژوهشگاه رو هم به عهده دارند. به هر حال مطالب بسیاری دارند که همینجا ما رو به این طمع انداخت که من در همین برنامه از حضرت استاد مبلغی قولی رو در محضر شما بگیرم که انشالله ما بعد از این برنامه بتوانیم در یک برنامه تولیدی یا زنده، هر جور که خود استاد انشالله صلاح بدانند، ما در بحث محورهای وحدت و مسائلی که حضرت استاد سالیان سال کار کردن در این زمینه ها و تحقیقات ارزشمندی رو خودشون و پژوهشگاهشون داشتن در این زمینه انشالله استفاده بکنیم و برنامه ای رو تحت عنوان محورهای تقریب یا محورهای وحدت خدمت شما بینندگان عرضه بکنیم که انشالله این قول رو حضرت استاد به ما میدهند. اما اجازه بدید در همین بحث، یعنی بحث عوامل و محورهای وحدت اسلامی، به محضر استاد گرامی حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی برویم و از نظرات ارزشمند حضرت استاد استفاده بکنیم، با این توضیح که همونطوری که اگر شما بینندگان با ما همراه بودید حتما کلام جناب آقای مولوی مرادزهی و حضرت استاد مبلغی رو شنیدید. حضرت استاد عوامل رو تقریبا مشترک بودن، جناب آقای مرادزهی و حضرت آقای مبلغی، که هر دو بزرگوار عوامل اصلی رو قرآن کتاب آسمانی دانستند، پیامبر رو دانستند که حالا حضرت آقای مبلغی تسری دادن در دین اسلام که پیامبر بودن، کلام پیامبر و رفتار پیامبر، و اهل بیت رو هم در یک معنا هر دو بزرگوار قبول داشتند که میتونن عامل وحدت باشن. به صورت عام جناب مولوی مرادزهی فرمودن و به صورت خاص حضرت آقای مبلغی هم نکاتی رو فرمودن. حضرت عالی برای ما بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از شروع عرض کنم بعضی از دوستان پیام دادن SMS که شما خیلی بیحال هستید، شاید از حضور آقا. نه، من اتفاقا از حضور جناب مولوی مرادزهی خیلی خوشحالم هستم و همچنین حضور سرور عزیزمون جناب آقای مبلغی مایه مسرت بنده. خب بینندگان 3-4 روز یک کسالت خاصی با این عرض کنم این بیحالی ما خلاصه دوستان باعث شدن که این مقدار حالمون بهتر بشه، وگرنه من صبح هم به جناب آقای کیانی گفتم با این وضع کسالت بعید من بتونم حضور داشته باشم. این برنامه رو دیگه جناب آقای مبلغی و جناب مولوی مرادزهی باید اداره کنن. حالا انشاءالله دوستان دعا کنن. خلاصه به قول من از درمان درد و برای شما عرض کنم وصل هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. بله. در رابطه با صحبت هایی که شد که این که قرآن باید محور وحدت باشد، خب این کاملا فرمایش متین و صحیحیه، ولی یه مقدار من احساس میکنم فقط به صورت کلی ما بیاییم بگیم قرآن باید محور وحدت باشد، این کافی نیست.
آیا قرآن به تنهایی میتواند سرمنشأ وحدت از عوامل وحدت باشد یا نه قرآن به اضافه تفاسیر روایاتی که در توضیح آمده در سوره نحل آیه 44 که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، این قرآن با تبیین پیغمبر میتونه محور وحدت باشد یا نه هرچه که من از قرآن فهمیدم، هرچه که اون برادر سنی از قرآن میفهمه. ما خب در این مدت بارها اختلاف زیاد داشتیم با بعضی از کارشناسان دیگر شبکه ها. خب این آقایان میان در آیه 11 سوره نور میگن این آیه در رابطه با ام المؤمنین عایشه نازل شده، میگم اسم عایشه که اونجا نیست. آیه 40 سوره توبه قطعا درباره ابوبکر نازل شده و هر کس منکرشم باشه کافر هست و لعنم میکنن. کجاست این؟ میگن آقا روایت ما داریم. وقتی ما میاییم آیه 55 سوره مائده رو میگیم درباره علی نازل شده، میگه روایت به درد نمیخوره. آیه تطهیر که نزدیک 70 روایت در شأن خمسه طیبه سلام الله علیهم اجمعین نازل شده، آقا این رو ما قبول نداریم. سیاق سباق آیه چیز دیگری رو میگه. ما اگر بناس قرآن محور وحدت باشد، همون تعبیری را که جناب ابو حنیفه دارد بر اینکه در کتاب قواعد التحدیث جناب قاسمی صفحه 52 میگه لولا السنه لما فهم منا لما ما فهم احد منا القرآن، اگر سنت نبود کسی از ما قرآن را نمیفهمید. بله. یا خود جناب احمد ابن حنبل در تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 39 میگه ان السنه تفسر الکتاب و تبینه. بله این شعار قشنگیه. واقعا ما میگیم قرآن معیار و ملاک وحدت، از عوامل وحدت. همه جمع بشیم در کنار این مائده آسمانی، هیچ کسی هم شبهی در حجیت قرآن نداره. البته اون عوارضی که آقایان، حالا من در موانع وحدت اشاره خواهم کرد که نسبت شیعه رو زیر سوال میبرن نسبت به قرآن، بحث جداییه. بله. در رابطه با خب نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بله پیغمبر اکرم واقعا این در شعار خیلی چیز خوبیه. میخوام در اون بخش اولی که حضرت علی فرمودید، من میخوام چون بینندگان عزیز دقیقا براشون تبیین بشود. پس حضرت علی متفق القول هستید که قرآن محور اصلی است. بله. ولی میفرمایید قرآن وقتی در کنار سنت باشد محور وحدت میشود. بله. یعنی قرآن به تنهایی محور وحدت نیست. نمیتوان. یعنی قرآنی که من میفهمم، بله. قرآنی که این عالم سنی میفهمه، بله. قرآنی که اون عالم وهابی میفهمه، برداشت‌های مختلف از قرآن نه تنها عامل وحدت نیست، عامل تفرقه هم هست. درست. عامل تفرقه هم هست. تازه بسیار خوب. محور دوم پیامبر در رابطه با نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم. خب در اونجا ما باز بخواهیم نبی گرامی را برای وحدت از عواملش قرار بدهیم، بله به صورت کلی باز بنده قبول ندارم. اول ما باید بیاییم پیغمبر رو معرفی کنیم بر اینکه پیغمبر اکرم چه شاخصه هایی دارد، از پیغمبر اکرم چه چیزی حجته، قول پیغمبر حجته، فعل پیغمبر حجته، سیره و تقریر پیغمبر حجته. آیا پیغمبر اکرم در موارد عادی هم سخن گفته؟ چون اگر بنا باشد پیغمبر بگیم گفتار قرآنش حجته، این که درست نیست. ما قرآن رو یکی از عوامل وحدت شمردیم. بله. پیغمبر جدای از قرآن، پیغمبر جدای از قرآن سخنانی دارد، سیره ای دارد، تقریری دارد. آیا اینها میتونه عامل وحدت باشد یا نه؟ یکی از نکاتی که در اونجا من معتقدم که باید خوب بحث علمی بشه، با جدال و سر و صدا و تکفیر و امثال این درست نمیشه. ما بیایم ببینیم عصمت نبی مکرم در تمام اقوال، در تمام افعال، حتی همونطوری که علامه بدرالدین عینی دارد که پیغمبر فرمود حتی من در شوخی هایی که میکنم با صحابه
جز حق از زبانم صادر نمیشه. در بیماری نبی مکرم سخن میگوید، اون هم حجت برای ما. اول ما بیاییم خود نبی مکرم شاخصه ها و محورهای برای شما عرض کنم حجت بودن نبی مکرم رو معرفی کنیم. چون ما قبل از اینکه ما بیاییم بگیم آقا این داخل این لیوان چه فواید، اول بشناسیم داخل این لیوان چی هست، بعد بیاییم این لیوان رو مایه شفا یا خدای نکرده مایه بعضی از مسائل باشه. این هم کامل. عذرخواهی میکنم جناب آقای مولوی مرادزهی برگه ای رو به من دادند و تذکر فرمودند که بحث اسمت خروج از مباحث هست. بله. اگر در این رابطه چون ایشون فرمودن من نفیان و اثباتن هیچ من نداشتم که نگفتم. نفیان یا اثباتن بله. تو این زمینه. نه من چون گفتم اگر این اسم روشن نشه به نظر ما نمیتواند مایه وحدت با، یعنی این که آیا پیغمبر در تمام گفتارش معصوم هست یا معصوم نیست، گفتم باید بحث علمی بشه. بله. عرض کردم این با جدال و سر و صدا و نزاع نه، باید بحث علمی بشه. پیغمبر که میخواد محور وحدت باشد، آیا تمام گفتار پیغمبر، تمام کردار پیغمبر، تمام سیره پیغمبر در همه جا میتونه عامل وحده، یعنی حجته، یعنی حجیت پیغمبر به ما هو پیغمبر چیه؟ نکته سوم در رابطه با اهل بیته، باز همونطوری که سرور عزیزمون اشاره کردن، یکی از اساسی ترین و مهمترین محورهای وحدت ما معتقدیم اهل بیته، ولی با چند تا شرط. مصداق اهل بیت باید مشخص بشه، اونم مثلا با بحث علمی ها. من نفیان و اثباتن هیچی نمیخوام بگم که آقایان بگن رو بحث به قول فرعی. اصلا مصداق اهل بیت کیا هستند؟ بله. بعد از مصداق اهل بیت جایگاه اهل بیت روشن بشه برای ما، همونطور که در نبی مکرم آوردیم گفتیم بر اینکه گفتار پیغمبر، سیره پیغمبر، تقریر پیغمبر هم باید بررسی بشه، محدوده حجیت اینها نسبت به اهل بیت هم باید ما بیاییم کاملا مشخص کنیم که آیا این اهل بیتی که میخواد محور وحدت باشد در چه محدوده ای میتونه محور وحدت باشد؟ گفتار اهل بیت، سیره اهل بیت، عمل اهل بیت، آیا اینها میتونه محور وحدت باشد یا نه؟ من بیام گزینشی بیام، فرض بفرمایید این، البته من نمیخوام تعریضی به فرمایشات جناب مولوی مرادزهی بزنم، ولی گزینشی ما بیاییم نسبت به سخنان اهل بیت یا سخنان پیغمبر بخواهیم استناد کنیم، این نه تنها از عوامل وحدت نیست، چه بسا موجب رنجش طرف دیگرم هست. یا شما ببینید همون فرمایشی که برادر بزرگوارم نسبت به خطبه 206 نهج البلاغه مطرح کردن، من خطبه 206 مطرح نکردم. انی اکره ان تکونوا سبابین، خطبه 206 نهج البلاغه جناب کتاب دیگری از نهج البلاغه شهیدی مطرح کردن، رضا خطبه 206 نهج البلاغه است، چون محور نه چیزه، همون کلام هست در کتاب‌ها، خطبه‌ها متفاوت هست. انی اکره ان تکونوا سبابین تا اون جایی که میگه، ببینید این تعبیر حضرت امیر در اونجا، ولکن لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم، به جای ناسزا گفتن بیایید افشاگری کنید، حقایق رو بیان کنید. ببینید تعبیر ظریفیه. عذر میخوام، یا نباید ما به سخن اهل بیت، سخن امام استناد کنیم و اگر استناد کردیم صدر ذیل رو استناد نکنیم، وسط رو رها کنیم. این که لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اصوب فی القول و ابلغ فی العذر، اینجا یک دنیا مطلب خوابیده. بابا شما آمدی میگی معاویه رو چرا فحش میدی، ناسزا میگی؟ خب قرآن هم در آیه 108 سوره انعام داره ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. مثلا سب و فحش ما در قرآن یک آیه داریم، اونم نهیه. حتی نسبت به بت پرستا هم خدای عالم نهی کرده.
ولی آیا افشاگری ها، نفرین ها، لعن، خب در قرآن ما 38 یا 39 آیه داریم در رابطه با لعن. الان یکی از مسائلی که حالا من در انشاءالله گرچه جناب مولوی مرادزهی در همون مدخل فرمایشاتشون یک اشاره‌ای داشتن که من نخواستم وقت حضرت ولی 50 ثانیه بیشتر نمونده. بله ولذا اگر بناس ما به سخنان حضرت امیر جناب مولوی مرادزهی استناد کنیم، امیرالمؤمنین غیر از خطبه 206 نهج البلاغه نامه 16 نهج البلاغه را هم دارد و همچنین نامه 50 نهج البلاغه را هم دارد، خطبه 153 نهج البلاغه را هم دارد. اگر بناس ما به سخنان یک معصومی یا یکی از اهل بیت استناد کنیم، گزینشی نباشد، یه بحث علمی باشد، دور هم انسان بنشینند، دور از جنجال، دور از نزاع، بحث های خیلی دوستانه‌ای که هم خود انسان لذت ببره، همونطور که جناب مبلغی فرمودن هم مخاطبین لذت ببرن. متشکرم، لطف فرمودید حضرت استاد. خب همونطوری که شما بینندگان هم ملاحظه فرمودید، در عوامل تقریبا تمام بزرگواران، یعنی هم علمایی که از شیعه اینجا حضور دارند و هم عزیزمون جناب آقای مولوی مرادزهی، در اصل عوامل اختلافی ندارند. یعنی قرآن، سنت پیامبر و همچنین وجود اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو همه عامل وحدت میدانند. حالا با نگاه‌های مختلف، شخصی قرآن رو به تنهایی هم عامل وحدت میداند و بزرگی دیگر قرآن رو در کنار سنت عامل وحدت میداند، یا عرض کنم اهل بیت رو هر کس با نگاه خودش عامل وحدت میداند. اما مسلماً مشترکات ما در کتاب الهی، در سنت پیامبر و در حب اهل بیت و سیره اهل بیت علیهم السلام، اینها عواملی هستند که ما میتونیم اونها رو اینطور قرار بدیم که وحدت ما پیرامون این سه عامل اصلی قرار بگیره. باز هم اجازه بدید که سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه ای رو ببینیم، برگردیم با بخش بعدی این میزگرد در خدمت شما عزیزان باشیم. گشت ظاهر آیتی تا زندگی را جان دهد. گشت ظاهر آیتی تا زندگی را جان دهد. عدل را بنیان گذارد، ظلم را پایان دهد. عرصه از شیطان ستاند، ظلم را پایان دهد. عرصه از شیطان ستاند، در کف انسان دهد. کار عالم را به میزان عمل سامان دهد. ای پرتو الهی در برق هر نگاهت، عرش خدا نشسته هر لحظه در پناهت. عرش خدا نشسته هر لحظه در پناهت. سجده نموده کعبه بر دیده سیاهت. هم قبط خورده جبریل بر اوج عز و جاهت. هم قبط خورده جبریل بر اوج عز و جاهت. ای قامتت قیامت، ای عشق جاودانه، ای نور بی نهایت، ای مهر بی کرانه. ای تو همه حقیقت، عالم ز تو نشانه. ای معنی نبوت، ای روح عارفانه. ای بهترین تمنا سیدنا محمد. ای قبلگاه دلها سیدنا محمد.